دوباره واسه سایت آوردم بری حال کنی. ببین حال کنی. خب میتونی روزانه حداقل 150 روبل تا 200 روبل درآمد داشته باشی. با فقط اصلا کار هم نمیکنم، یه روب کار راحت بری کسب درآمد کنی. فقط دو سه تا نکته خیلی 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 مهم داره که اگه انجام ندین بهشون برداشتی نمیده. روک بگم پس حتما تا آخر ویدیو نگاه کنین و بریم که تو توضیح بدم. این سایت لینکش تو دیسکریپشنه. خب از بگم بهتون الان، ولی دو تا نکته داره پس با اونا رو گوش کنیم. یک، آقا اسم این سایت لینکش گفتم تو دیسکریپشنه و این سایت روسیه، یعنی که خاطر همون روبل میده و یعنی شما زبونش روسیه. شما حتما باید این از گوگل کروم استفاده کنین. میتونیم میگه اینجا کلیک راست کنیم و ترنسلیت تو فارسی یا انگلیش رو بزنیم. خیلی آسونه. و چی دیگه آقا، این سایت تقریبا یه سال داره فعالیت میکنه. مثل این که الان 3500 کاربران آنلاین داره و خب مثل این که تا الان 500 من اینجوری کنم و اینم اگه بهتره به انگلیسی بزنید ترجمه کنید، فارسی حالا یه خورده حالا اذیت میکنه. مثل که 512 تا ماموریت انجام شده، 323,000 تا ویدیوه مثل این که نام دیدن. آره بعد کلی چیز دیگه بنرز و بنرز حالا مهم نیست اینا. همین دیگه، اینم شد درباره سایتمون و دیگه خیلی چیز اوکیه. واسه ثبت نامش اینجا رو ریجستر کلیک میکنید و میاد اینجا یه دونه ایمیل میدید. پس اینم میگم دو تا نکته مهم الان من باید بهتون بگم، خیلی نکته مهمیه. یکی اینا باید با آی پی ثابت برید. اصلا آی پی ایران کاملا مشکل داره، یعنی اصلا به شما تهدیدی شما برداشتی نمیده. نکته خیلی مهمه. و نکته دومش هم که از این مهمتره اینی که شما باید اینو با ایمیل جعلی یا همون به اصطلاح فیک نباید این کارو کنی. یعنی مثلا اگه ایمیل فیک بزنید شما برداشتی نمیده. خب اینجا ایمیلتون رو میدیم، اینجا یه پسورد میدید از حروف و چیزای کوچیک باشه که حروف و مثلا اعداد بشه که اوکی باشه و اینا ریجستر ناو کلیک کنید به همین راحتی. خب میگه اوکی شد. الان یه سوال از شما پرسیده، میخوام تو این سایت چجوری باشه، یعنی میخوایم تبلیغ بدین یا مثل یوزر معمول کسب درآمد کنین. خودش گفته ارمانی و ادز واچ از فورمانی، یعنی هم ارمانی مثلا کسب درآمد داشته باشی. ما میگیم نه ما نمیخوایم تبلیغ بدیم، میخوایم کسب درآمد داشته باشیم. اینو کلیک میکنین و همچین صفحه واسه شما باز میشه. خب این یه افزونه داره، افزونه مثلا مرورگر کروم داره، یعنی باید این رو شما رو کرومتون نصب کنید و حتما هم اینو باید بکنید و روی گوشی هم متاسفانه نمیشه. اینو شما نصبش میکنید خیلی راحت، میاد اینجوری کلیک میکنید. این هم نه به مثلا چیزتون سیستمتون دسترسی نره، خیلیتون راحت باشه از هک و این حرفا، خیلیتون راحت باشه. اینجا داره دانلود میکنه الان واسه ما و الان نصبش کرد. خب شما اینو کلیک میکنین، میایم اینجا اینو کلیک میکنین و داره باز میشه، ساینینگ شد و میایم کلیکش میکنین و بازش میکنیم. خب اینو بزنین. حالا تبلیغاتون مثبت جای ولی پول درآمدتون خیلی بالا میده. این سایت اصلا چجوری بشه؟ این سایت من همینجوری روک بهتون میگم این سایت چند تا راه هست واسه که بتونید ازش کسب درآمد کنین. یک، این که شما مثلا داری کارم روزمره تو انجام میدی، یا تو یوتیوب میدی یا هر جایی داری، هر کار روزمره تو داری انجام میدی، بعد اون زیر اینجا واسه شما تبلیغ پخش میکنه. یه راه درآمدش از اینه. یه راه درآمدش اینه که شما میتونین برین اینجا واچینگ یوتیوب، مثلا برین چیزای یوتیوب ببینین، مثلا برین ویدیو یوتیوب ببینین، مثلا گفته الان این ویدیو رو برو ببین درآمد کسب کن. این ویدیو مثلا این ویدیو مثلا نزدیک روب میده، این ویدیو نزدیک چیز میگم نصف روب میده یا همون 5 حالا یه روب میده و همینجوری شما میتونید راحت درآمد هم میاد پایین. خب این از این کار میتونید حالا برین اینو انجام بدید. حالا من وقت ویدیو زیاد میشه این کارو نمیکنم. یه کار اول شد. کار دوم میتونید شما ویدیو تبلیغی ببینید، مثلا بریم ویدیو تبلیغاتی ببینید و اینم کار آخریه که میتونید برید سایت رو مثلا نگاه کنید، مثلا ببینید پس 5 دقیقه سایت رو نگاه کنید، 5 دقیقه یه سال مثلا 20 دقیقه سایت رو نگاه کنید درآمدی بده. و یک راهی که خیلی شما راحت بدونید هیچ کاری میتونید کسب درآمد کنید افیلیت پروگرام، همون مثلا لینک رفرال میشه، میتونید بدین به دوست داشته که بیان ثبت نام کنن با لینکتون، راحت میتونید یه بونوس دریافت کنید. اینم از این.
چیز خیلی آسونی بود. یعنی اینه که تبلیغمون زیر واسهتون پخش میکنه، یعنی حتی شما اگه حالا وقت نکردین بیاین به هر دلیلی تو این سایت فعالیت کنین، تبلیغ این زیر پخش میکنه، دارین حالا یا تو گوگل هستی یا دارین وسط فیلم میبینیم این حرفا. پس این شد از این درآمد. خب برسیم بخش مهمش که برداشتیه. این سایت برداشتی هم پایر میده، ادوش میده، اینا پرفکت مانی میده و فقط ما ایرانی‌ها به این دوتا دسترسی داریم، پایر و این پرفکت مانیه. شما میگی که مکس مینیمم ترین حالت مثلا این الان نمایش تبلیغ بود، همین الان من اینجا زدم رفت. این مینیمم ترین حالتش اینی که مثلا $30 30 روبل به شما برداشت میده مینیممش. الان ما 2 سنت داریم. من فکر کنم یه کارم نکردم 2 سنت گرفتم، نمیدونم گامی تبلیغ بخش کرد و تبلیغاش هم میگم بین 2 دهم روبل تا 3 روبل تبلیغ واسه شما بخش میکنه اون زیر. چیز خیلی چیز خوبیه. شما مثلا بهتون میگم یه ماه اگه هم هیچ کاری نکنید میتونید درآمد داشته باشین 30 روبل بدون هیچ کار، واقعا خوبه. و همین دیگه این کارو میکنیم و می کانفین نمبر پون اینو میتونین ایرانی هم حتی بدین، مشکلی نداره با پی ایران خودش گفته ایران. حالا در اصل میتونین اینجا شماره‌تون هم بدین و دیگه بعدش آدرستون رو وارد میکنه و برداشتی انجام میده. خیلی هم اوکیه. همینه کلا سر تا سر سایتش همین بود، واقعا کار خاصی شما اصلا نمیخواد انجام بدی، جدی دارم بهت میگم. فقط کافیه اینو ببندی، سایت اصلا به حتی نمیخواد سایت هم باز کنی، بری چه میدونم مثلا یوتیوب ویدیو تو ببینی، حالا یا چه میدونم بری توش حالا استریم ببینی، حالا هر کاری نفای کنی بکنی. شما اینجا این زیر هر از چنگ تبلیغ پخش میکنی، شما اصلا میتونی بزنی بره در این حد، یعنی حتی به شما بگم و همین دیگه. حتی اگه نخواستی میتونی بیای اینجا اینو بزنی، اینو آفش کنی، این الان آن بود من آفش کنی، این چه میخوای آفاشو بزنی مثلا نخواستی، حتی مثلا شما گوگل رو باز بذاری، مثلا همین مرورگرتون رو بیاین مثلا بیرون، حالا چه میدونم کاری که داری انجام میدی همینجوری اتومات داری کسب درآمد واسه شما انجام میده. این بود از ویدیو، واقعا مرسی که ویدیو رو دیدین و سوالی هم بشین تو کامنت در خدمتتونم. اگه هم بلد نیستین پایر رو بسازیم توی اکانت، یعنی پایر رو کیف پول پایر رو بسازیم تو کامنت ها بگین، لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و مرسی که ویدیو رو دیدین. فعلا تا ویدیو بعدی.